سلام به تمام سلاطین بین الملل. آقا من امروز تصمیم گرفتم که 28/12 سال 1402 رو با هم داشته باشیم. کل روزش با هم ببینیم چه اتفاقایی برام میفته، چون اتفاقای خفن و جالبی میخواد بیفته. بریم جلو ببینیم چی در میاد. مسواک بفرم. خوب اما آماده میشیم بریم برای یه ورزش آخر سالی. عدد آب اینم افسین. و اما امروز که میشه روز 28م که باز همه تکرارش میکنم، چون دو روز مونده به پایان سال 1402. بیام یه دونه موفقیتی که تو این سال داشتیم و حالا شما به صورت کامنت و منم خودم اعلام میکنم. یه موفقیتی که تو این سال گذشته داشتیم، حالا هر چی میتونه باشه. مثلا من موفقیتی که داشتم تو این سال این بود که عرضم بزرگتون که 68 کیلو شده بود وزنم، رسوندم خودم به 75 کیلو، عضله بردم بالا. و یک سال پیششم یعنی تو این اخیر که نزدیک 2 سال داره میشه، هولوش 55 کیلو وزن کم کرد. و این موفقیت من تو این سال گذشته بود. مخلص. داریم میریم به سمت تجریش با آقای ناصری، سیبیل، شمیم، عبدالناز داره قایم میشه، ولی عبدالناز هست و زندهش مختار هدیه. یکی اون هنو غیبت داره میاد بهمون اضافه میشه انشالله. با این جماعت داریم میریم. دوستان عزیزم، من خیلی شرایط سخته ولی دارم میگیرم با تمام این تفاصیل. احساس کنم میذاریم درسته. ناهار چی خوردم من؟ سلام آقا، ما اومدیم امروزی که تجریش کردی و در مغازه دوستانمون هستیم. همینطور که میبینی شلوغ و پر از باحال و حال خوب. انشالله که سال خوب داشته باشی. اینم از هندونش بسیار زیبا. نماند نگاه نگاه. عکس 1402 رو
و اما اینم از مذهب هم صدام گرفته دیگه، با من اینقدر خستم. اینم از دوشنبه آخر سال 28 اسفند 1402. سال خوب پربرکت برامتون. مخلص.